پیشروی‌های جمهوری اسلامی ایران بنیایت خوشحال هستیم. آفرین. و چنین ملت یک چنین تمدن باستانی دارد، چنین در دنیا بی‌نظیر هستند. من دنیا را گشتم دیدم. احسن و آفرین. ما طرز کار کنیم که توجه ما بیشتر به تربیت کادرها، به علم، به معارف، به تکنولوژیا، به فنهای دقیق، اختراعکارا داشته باشیم، مهندسا داشته باشیم، محتاج و پایبند دیگران نشویم. ما ایران و تاجیکستان یک سابقه تاریخی چندین هزار ساله داریم. ما ملتی نیستیم که تازه به دنیا اومده باشیم، تازه نشت کرده باشیم و این کشورهایی که همینجوری از جای خودشون بلند میشن و بعد بر خودشون تاریخ درست میکنن، آنگونه نیست. ما تاریخی طولانی و در کنار همدیگه و با همدیگه داشتیم. وقتی من خیابانهای شما رو، ساختمانهای شما رو، میدانهای شما رو نگاه میکنم، همش آشناس برام. برای اینکه از کودکی تو مدرسه، تو دبیرستان، در دانشگاه از رودکی و فردوسی و سامانی و همه اینا در حقیقت ما یاد و خاطره داریم. و خب بچگی از همون اول با همین تاریخ و با همین فرهنگ و با همین باور بزرگ شدیم. پس لازمش این که ما بتونیم اون رو دوباره با قدرت ادامه بدیم، طبیعتاً یک ساختار مناسبی میخواد که در این ساختار این ارتباطات بتونه شکل بگیره. حالا این ساختار به صورت کمیسیون مشترک تجاری است که خب هر مقدار این عزیزان و شما برادران و خواهرای ما بتونید در درون این ساختار نفوذتون رو و برنامه‌تون رو بیشتر و عمیق‌تر بکنید، طبیعتاً ارتباط ما رو در این روند افزایش خواهید داد. برنامه‌هایی که برادر عزیزم الان مطرح فرمودن، جناب امام علی رحمان بزرگوار، یک بحث‌های گردشگری بود که مفصل بر ما گفتند و گفتید. این ارتباطات اگر ما قوانینی رو هم که داریم، چون یه قوانینی ما داریم، یه قوانینی شما دارید، این قوانین رو برای این رفت و آمد و سرمایه گذاری و تجارت تسهیل کنیم. اگر بتونیم این روند رو کاری بکنیم که شما راحت بتونید بیاید ایران سرمایه گذاری کنید، تجارت کنید، ما راحت بتونیم بیاییم تاجیکستان سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم، ما اگر بتونیم در رابطه با بحث علمی و تکنولوژی و اقتصادی و فرهنگی خیلی راحت با هم دیگه رفت و آمد داشته باشیم که این هم میتونه از طریق هوا و هم از طریق قطار و زمینی با این روند شکل بگیره، این روند بیشتر و بیشتر میتونه بین ما و شما شکل بگیره. این قوانینند که باعث رشد ارتباطات میشن یا مانع ارتباطات میشن. اگر ما بتونیم این قوانین رو برای همدیگه تسهیل کنیم، آسان کنیم، خیلی راحت‌تر خواهیم توانست با همدیگه تجارت کنیم، با همدیگر گردشگری رو تقویت کنیم، سرمایه گذاری در کشورهای همدیگه شکل بگیره، توسعه پیدا بکنه و بر مبنای این سرمایه گذاری تجربیات بین ما و بین شما تبادل بشه. کشورهایی که با همدیگه ارتباط دارن قوی‌تر از کشورهایی هستن که مرزهای بسته دارن. ما اینجاییم تا بتونیم با شما عزیزان که و همین راحتی که میتونیم با همدیگه گفتگو کنیم، بدون مترجم، بدون به اصطلاح واسطه، روند خودمون رو راحت با همدیگه حل کنیم. این خیلی امتیاز بزرگی است که با همدیگه باید داشته باشیم. انتظار من این هست که کمیسیون مشترک در رابطه با این مسائل یه مقدار برنامه‌ها رو عمیق‌تر و درست‌تر ببینن.
ما در دولت و انشالله رئیس جمهور محترم در دولت تاجیکستان مقررات و قوانین و عوارض گمرکی و تجارت ترجیحی بین همدیگر رو باید افزایش بدیم تا بتونیم راحت با همدیگه تجارت کنیم. ما از طرف خودمون در ایران آماده ایم همه موانع ممکن رو که بر سر سرمایه گذاری و تجارت و مسائل این گونه هست رو حذف بکنیم. یعنی هیچ مانعی برای اینکه با کشور عزیز و دوستمون تاجیکستان رابطه برقرار کنیم، تجارت کنیم، علم رو، صنعت رو، فناوری رو و کشاورزی رو و تجربیات مختلف در این رابطه رو با همدیگه تبادل کنیم، هیچ مشکلی نمیبینیم. نه تنها نمیبینیم بلکه استقبال میکنیم که با همدیگه بتونیم این روابط رو صمیمانه تر بکنیم. احساس بکنید که ایران یک سرزمین دیگه است که شما اونجا زندگی میکنید. احساس کنیم که تاجیکستان یه سرزمین دیگه است که ما میتونیم در اونجا زندگی کنیم. یعنی احساس غربت نکنیم، شما در ایران، ما در تاجیکستان. و اگر بتونیم یک چنین ساختاری رو درست کنیم، قطع و یقین هم شما موفق برنده خواهید بود، هم ما برنده خواهیم بود. هم شما خواهید توانست امنیت رو، سلامت رو و رشد رو در تمام زمینه‌ها به پیش ببرید و ما هم خواهیم توانست در همه این زمینه‌ها پیشرفت کنیم و رشد کنیم. هماهنگی ما نه تنها در بخش‌های اقتصادی، در سازمان‌های بین المللی ثابت شده است. ما از کشور برادر و دوستمون تاجیکستان تشکر می‌کنیم که در اکثر این مجامع بین المللی در رابطه با همراهی با جمهوری اسلامی همیشه همراه ما بودند و این قابل قدردانی است. و ما نیز این همراهی رو با کشور عزیز و برادرمون تاجیکستان قول میدیم و تعهد میکنیم که همیشه همراه این کشور عزیز و دوستمون باشیم و امیدوارم این جمع شما باعث بشه که سرمایه گذاری، تجارت رونق بیشتری پیدا بکنه و این ارتباطات صمیمیتر بشه. اگر شما بیایید ایران، ما بیاییم تاجیکستان، با هم سرمایه گذاری کنیم، اگر بازار ما و بازار شما برای همدیگه باز باشه، مقررات از مسیری که الان ممکنه مانعی درش باشه حذف شده باشه، من مطمئنم که هم شما موفق خواهید بود، هم ما با شماییم، شما هم با مایید. لحظاری بکنین نمیکنین همچون خانه اختان بیاین از این شما را دیشکر. من اولین شده بیکار کردم، روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواین همراهی فرزنداتان، همراهی تابستان، بهار، تیر ماه، هر وقتی که برای خودتان بیایید رفت آمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین‌های ملی تاریخی گذشته خود را احیا کنیم، از نو برقرار کنیم، رفت آمد کنیم. ما یک مردم هستیم، فرهنگی مشترک داریم، چنانه که دوست و برادر من جناب عالی در اینجا ابراز داشتن. شما میدانید سیاستی رهبری دولت را من 33 ساله همین زحمت را کشیدم، حاضرم میگوتانم. ما میگیم که ابو عبدالله رودکی مال ماست، برادرای ایرانی میگن که سردفتر ادبیات فارس است. ما خفه نمیشیم، بگذار باشه. ما میگیم که فردوسی مال ماست. برادر ایرانی، من شاهنامه را که ایران کردم، برادر ایرانی هم بیدار شدن، شاهنامه خوانی را سر کردن. خب باشه. ما سعدی و حافظ میگیم، یکی سعدی و حافظ مالی کیست؟ مالی ما مردم آریایی تبار، مردم فارسی زبان، بله. مولانا کیست؟ مولانا برای بشر ایجاد کرده است، برای یک ما و شما تنها نه، برای بشر. ایجاداتی را کسی که اگر وی کرده باشه برای بشریت است.
و یا کروش کبیر اعلانیه کروش کبیر چی این تاریخ تمدن یکی است. ما یکدیگر را پر کردیم در عرصه بین المللی، نماندیم که با گوشه فراموشی رود، ماندیم از نو ایا کردم و نکن. وقتی انسان دولت مال خودش فرهنگ خودش تمدن خودش صاحبی نمیکند، در اونجا خالگی با وجود میاد. خالگی را هیچ جا خالگی خالی نمیماند، غیر یک فرهنگی بیگانه پر میکنه. یه شعرم از رودکی بخونم، اون بچگی یاد گرفتم، حالا همینجا یادم میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیانت آید همی. ما خلاصه سختی راه آسونه، یاد دوستان و یاد یاران هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان.